بابی و مدینه همون زنی که در بین بلاگرها فتنه بزرگی را برپا کرده است. این همون زنی است که در برنامه اسم شریفوف برآمده شرمندگی‌های لنگری و باباجان 88 میبره. من در اینجا طرف کسی از اینها را نمیگیرم. فاسق است. در برنامه بعدی ان شاء الله درباره اینها هم صحبت میکنیم. در اینجا درباره صحبت‌های محرمانه بابی و مدینه و لنگری و باباجان صحبت میکنیم. مدینه، یک سوال به شما. وقتی لنگری سخنهای فحش و شهوت‌انگیز سر کرد، چرا تلفن خاموش نکردی؟ یا برای چی نگفتیش که از الله نمیترسی به همین گپات؟ بلکه همین خیل گپاش هم میشنوی ولی 50 منوت چکچک دوام میتی. چرا؟ با میگی که من 50 منوت ازدواجش کردم ولی یگان جا من نشانش ندادم. من نشون دادم، من یک 50 منوت ازدواجش کردم. سبحان الله، 50 منوت قطعش گناه کردی و باز میگی یگان جا من نشانش ندادم. زنی با حیا مگر با یک مرد بیگانه همین طور صحبت میکنه؟ 50 منوت چکچک میکنه و ازدواجش میکنه. دختر وقتی 50 منوت با یک مرد بیگانه با عشوه و ناز صحبت کنه و گفتی خودت ازدواجش کنه، البته او را وزبوجدت میکنه و ویرانش میکنه. در نتیجه صحبت های محرمانه در بینشان آغاز میشود. او مردک هم که با فکرم آهنی نیسته. زنچید پس توشک همی خودت بدای. تو خودت پا و داده که لنگری همه خیل گپا را سر کنه و تو سیامکش کنی. ورنه اگر پاود نمی دادی لنگری جرأت نمی کرد چنین سخنهای حرام فاسقانه را در رو گپ زنه. مردان فاسق می دونن قطعی کی چه خیل صحبت کنن. لنگری و باباجان با این خیل صحبتاشون فاسقن. اگر واقعا هم خیل باباجان هم همین خیل صحبت ها کرده باشه. من طرف اونها را نمیگیرم، ولی در اینجا هر دوی اونها را تو به گناه دعوت و وسوسه کردگی، تو اونها را پا و دادگی که همه صحبت های فاسقانه را آغاز کنن. ببین مدینه، وقتی صحبت های محرمانه خود قطعی لنگری به نمایش برآوردی و آبروش ریزاندی و شرمندش کردی، بدترین کاری بود که کردی. در پیشگاه خداوند گناه بزرگی را انجام دادی که برابر ریزاندن خون یک مسلمان است. اگر خداوند در روز قیامت باباجان و لنگری را از ناحقی ها و از ظلم و ستم هاشون در حق شما بپرسه، در برابر آن تو را از شرمنده کردن و ریزاندن آبروی آنها میپرسه. گناهی که الله ستر کرده بود تو او را آشکار کردی و چه گناه بزرگی را انجام دادی. این یقین بدون که وقتی شرمنده کردی شرمنده میشوی. این چیزا شو الله چنان شرمندت میکنه که حیران میشوی.